فکر کنم تازه دارن مغازه باز میکنه. بریم ببینیم چه خبره. سلام، خسته نباش. سلام عزیزم، تازه دارین باز میکنیم مغازه رو؟ به سلامتی، خیر باشه. خواهر من خدمت شما با احترام، نامه از طرف خداونده. زنده بازش کن بخون. این همه استرس و نگرانی برای چیه؟ اگه به من اعتماد نداری خدا نترس، از فردا من اونجام قبل از اینکه تو برسی. خدا هرچی ازت گرفتم قراره جاش یه چیز بهتر بهت بدم. خدا من نوکرتم خواهر من. میشه از حد فکر کردن تو رو نابود میکنه. بسپارش به من توکل کن. خدا من چیزهایی شنیدم که تو نشنید، واسه همین اونا رو از زندگی حذف کردم. خدا این همه استرس و نگرانی برای چیه؟ مگه به من اعتماد نداری؟ خدا یاد میکنم هنوز تموم نشده. خدا دلم از تنهایی انقدر شده خسته